با سلام خدمت دوستداران پیج نصاب ماهواره پاکدشت. دوستان خیلی درخواست دادن، گفتن آقا این دستگاه رو معرفی کن که ما راحت‌تر بدونیم این دستگاه چیه، یه خریدش هم راحت‌تر اقدام کنیم. اقلامی که همراشه بعد آنباکس میکنم براتون. فعلا برای دوستانی که سوال میکنن کنترلشه، چیزایی که همراشه یه دانگل اصل خود مدیاستار، داخلش کابل HDMI و همراه باتری و خود دستگاه. خب یکیشو اینجا من باز کردم، نصب کردم، میبینیدش اینجا مدیاستار MS 7700 فوراور. میبینید که زده فرمت H265 هم اینجا نوشته ساپورت میکنه، فوراور هم هست. خب دوستان اگه نگاه کنید من دانگل وای فاشم اونجا میبینید، اون دانگل وای فای وصلش کردم. فقط میخوام ببینید چه دستگاهی و سرعتش به چه صورت هست، سرعت وصل شدنش به اینترنت و همه چی. خب این منوی دستگاه برای شبکه ها. دوستان نگاه کنید، حتی برای کسایی که به قولن داریم هنوز تو خانواده هامون جسارت نشه، پیرایی که سوادشون کمه، به هر حال اسم انگلیسی نمیتونن بخونن، اسم شبکه ذهنشون نمیمونه. ببینید اینجا قشنگ زده آرم هر شبکه‌ای رو جلوش زده، راحت میتونید از روی همون آرما قشنگ نگاه کنید که چه شبکه‌ای و چه شبکه‌ای میخوایم بگیرید. خب کیفیت تصویرش هم که اینه که دارید میبینید. بذار من براتون باز کنم شبکه‌اش رو ببینید قشنگ چطوریه. این الان شبکه‌های اسپورت دارید میبینید. خب این شبکه‌های خودشه، 8000 تا شبکه هم داخلش جا میشه. رسیور واقعا خوبیه. بردش هم که دیگه براتون تعریف نکنم، خودتون میدونید بردش برد مشکی اصلیه و برد رسیورهای دیگه همه سبزن که دیگه تهش آبی، اونایی که دیگه باز کیفیتشون از سبزا بهتره بردشون آبیه. تمام آیسی و مقاومت هم که توش به کار رفته همه فلزی هن، یعنی آلومینیوم هن. حالا بعدا عکس خودش هم تو پیج براتون میذارم باز شدهش رو که ببینید به چه صورت هست. خب این آپدیت جدیدش هم هست، همه آپدیتاش هست. این شکل منوشه، قسمت نصبش اینجا اگه بخواین شبکه‌ای وصل بکنین و اینا. رنگش هم حالا مشخص نیست. اینجا ببینید دوستان این رنگ، این قسمت سبز، این طرف هم به صورت زرد نشون داده میشه. ببینید یه رسیور کامل و بدون عیب و بدون نقصه. اینم بهتون بگم من خودم یه دونش رو باز کردم، اصلا گذاشتم برای خودم، چون میدونم که دیگه نمیزنن، اگرم بزنن هی کیفیت میاد پایینتر. تا دارم دوستایی که خواستن بگن تو براشون بفرستم. دستگاه خوبی. دوستان اینجا ببینید الان وارد اکانت ما میشیم. اینجا منو اکانت فوراور، ببینید سرعت اینترنتش به چه صورت هست. ببینید الان شبکه راحت باز شد. هر جای دنیا رو هم که بخواین میتونین بگیرید، مثلا کشورهای عربی حتی شبکه های 4K رو هم باز میکنه، فقط تلویزیونت کیفیت داشته باشه. الان این شبکه 4K بازش کرد و اینم کیفیت تصویرشه، واقعا فوق حرفه‌ای کیفیت تصویر. اصلا کلا دستگاه خوبیه، دستگاهی که پیشنهاد میکنم کسایی که میخوان دستگاه بینن یه عمر دستگاه داشته باشن، همین دستگاه بهترین دستگاه. این هم شبکه‌های بین اسپورت، نگاه بکنین همه رو داره باز میکنه بدون استثنا، بدون لگ، خیلی تر و تمیز با کیفیت فراوان. خب این کل شبکه ها هست دوستان. شبکه های ایرانی هم میگیره. حالا من بخوام بگردم تایم ویدیو بالا میره. این کشورهای عربی اینجا این جیمای خودمونه، مثلا این الان جیم بالیووده که با دیش میگیریمش، اینجا بدون دیش داره راحت شبکه ها رو میگیره. کل شبکه ها رو میگیره، هم ایرانی، اروپایی، هر جایی که بخواید. خب حالا باز یه چیزای بهتر هم بهتون معرفی بکنم که بتونید ببینید لذت ببرید از این دستگاه. میایم اینجا کل فیلم های دنیا رو تو این قسمت میبینید. کل فیلم های دنیا هست با کیفیت فول اچ دی، میتونید
تماشا کنید و لذت ببرید. باز میایم اینجا فراور تیوی پایین، قسمت پایین، اینجا کل سریالای دنیا داخلش، حتی سریالای ایرانی. حالا ما اوکی میکنیم یه دونه رو به عنوان مثال بهتون نشون بدم. الان من میخوام برم روی سریالای ایرانی خودمون. ببین پایین میایم، ببین مثلا این سریالای برزیل، هند، ناکن نوشته ایران سریال اورجینال. خب باز میکنم مثلا سریال سرزمین من و من خودم یکی دارم دنبال میکنم. سرزمین من، ببخشید سرزمین مادری. نگاه کنید اینجا این سرزمین مادری، اینم کل قسمتاش از یک گذاشته رو به پایین، کل فصلاش. الان آخرین قسمتی که اومده اینه. باز کنیم تا سرعت پخش رو ببینید. ببینید دوستان باز شد، صداش هم بیارم که ببینید. عقب جلو هم بخوای بکنید با همین دکمه روی کنترل چند ثانیه بگیرین، ببینید با سرعت جلو میره. مثلا آوردمش روی چند دقیقه جلوتر. ببینید خیلی راحت و تمیز کل سریال رو بدون لگ داره براتون پخش میکنه. سریال های ایرانی، سریال خارجی هم دوبله شده شون رو میتونید ببینید، خب هم دوبله نشده. اینجا باز اگه نگاه کنید قسمت اینور، اینجا نگاه کنید ایران. باز دوباره ما میایم یه فلش سمت راست میدیم، میایم روی گزینه ایران، ببین چند تا داره. یه دونه ایران اینجا، پرشین. خب یه دونش دوبله شده سریالای خارجی به صورت دوبله شده هست. یه جا دیگه هم هست سریالای خارجی با زیرنویس. حالا ما یکی اینا رو پلی کنیم. ببین الان مثلا 4 قسمت از این سریال پخش شده کلا که میاراتش. ببینید الان این دوبله شدهشه یا زیرنویسه، شرکت نتفلیکس. خب نوشته فصل یکم، میبینید اینجا این الان زیرنویسه احتمالا. یه خورده جلو بزنم. وقتی هم جلو میزنی ببین با چه سرعتی. اینم کیفیت، ببین زیرنویسشه. حالا میخوایم دوبله شدهش هم باید باشه احتمالا. دوباره میایم روی گزینه ایران سریال، سریز پرشین. اوکی میکنیم. مثلا این 4 تا روی یکیش اوکی. مدیا استار. دوستان هر چی که بخواین داخل این رسیور، یه رسیور کامله. حالا شاید اندروید نباشه که بهتر، اندروید نیست. تمام این گزینه‌هایی که اینجا می‌بینید کار میکنن ها. اینم که مختص کردا و کرد زبوناست که فیلم‌های به صورت کردی میذاره براتون. خب باز میایم سمت برنامه و نرم افزاراش. دوستان ببینید تیک تاکو داره. بعضی از رسیورها و دستگاه‌ها تیک تاکو دارن ولی کار نمیکنه. فقط میخوام ببینید که این دستگاه کار میکنه، همه چیزش فعاله. میایم روی تیک تاک، اوکی. ببینید سرعت رو فقط باز شد. یکیش هم باز کنم براتون که ببینید واقعا داره کار میکنه. میام روی این کیفیتش هم ببینید. بله با چه کیفیت، بدون لگ. میایم بیرون. این تیک تاکش. حالا شاید بگید آپاراتش کار نمیکنه. اینم آپارات، اینم از آپارات. یکی از گزینه ها رو همین اولی رو کلیک میکنیم تا بفهمیم. اینم آپارات. بعد یه چیز جالبی هم که هست، ساعت به صورت دقیق. اون گوشه بالا میبینید الان ساعت 4:16 است. میبینید ساعت واقعا درسته، 4:16 است. حالا اون ساعت ما 3 دقیقه عقب. بعد اینا همه کار میکنن، هیچ کدوم الکی نیستن، هیچ کدوم بیخودی نیستن. اینم که
کل قرآن این هم خود دستگاه میبینید که فرمت H265 رو ساپورت میکنه. دوستان دستگاه خوبیه، هر کس خواست سفارش بده تا داریم براشون بفرستیم. خب حالا یه چیز دیگه هم تست کنم براتون. ببینید الان میدونید که دانگل وای فای پشتش زدیم داره استفاده میشه. یه در دیگه هم اینجا داره برای USB، میخواین USB رو میزنیم داخلش، فلش میزنم. حالا کیفیت پخش فلشش رو ببینید چقدر سریعه. خب روی کنترلتون، روی کنترل دکمه USB داره، میزنیش راه اندازی USB وارد شد. ببین اینجا من الان چند تا فیلم گذاشتم، مثلا الان یکی از فیلم ها رو پلی کنم شما هم ببینید سرعت و کیفیتش رو. عقب جلو هم میتونید بکنید، روی کنترل داره. اینم از کیفیتش. خب اینا رو که بهتون توضیح دادم، حالا میریم سراغ اصل موضوع. دوستان میگن آقا اکانت که میخواد استفاده کنی زیاد اینترنت مصرف میکنه. دوستان زیاد اینترنت مصرف نمیکنه، بستگی داره شما چطوری استفاده کنید، چون این تنظیمات داره. این دستگاه خیلی دستگاه از این لحاظ امکاناتش خوبه. ببینید منو رو میزنین، وارد تنظیمات عمومی میشین، تنظیمات سیستم، پایین میاین، پایین که اومدین یه قسمت داره که اینجا ببینید این گزینه من گذاشتمش روی نرمال، کیفیت تصویر استفاده از اکانت نرمال. شما میتونید تغییر بدید، میتونید کیفیت رو یه خورده بیارید پایینتر، اینترنت مصرفش کمتر بشه که واقعا مصرفی هم نداره. شما رو بهترین کیفیت هم که بذاریدش مصرفی نداره. نرمال هم که دیدید اینم که میشه بهترین کیفیتش. من گذاشتمش روی نرمال. روی نرمال بذارید مصرف اینترنت طبیعی و نرماله، خیلی هم مصرفش کمه، به خاطر اینکه شما اون اکانت هایی که روش هست تا 1 سال اون اکانت به صورت رایگان هستش و اکانت قبلا از طریق شرکت خریداری شده. شما فقط در حد یه وصل کردن ارتباط با اینترنت به دستگاه هستش. دوستان اگه سوالی بود در خدمتتونم. لایک و کامنت فراموشتون نشه. نصاب ماهواره پاکدشت همیشه پشتیبان شماست. دوستتون داریم. حتما لایک و کامنت فراموش نشه. به دوستاتونم این کلیپ رو بفرستین تا ببینن و مطلع بشن. اونجا هم اون قسمت بالا هم که میبینید تاریخ و دقیق زده و ساعت هم که درست کار میکنه، وایفای هم که وصل باشه اونجا زده. یه چیز دیگه هم تا یادم هست بهتون بگم، طریقه وصل شدن به وایفاش به چه صورت هست. دوستان روی مدیریت شبکه میاین، یه اوکی میزنید، تنظیمات وایفای، گوشیتون رو هات اسپات رو روشن میکنید. گوشی من مثلا الان اونجا پیدا کرده و میبینید که اونجا کانکت شدم. وقتی هم میخوای کانکت چی، اسم گوشیتو که آوردی اوکی روش میزنی. خب بعدش اونجا شروع میکنی تایپ میکنی کد هات اسپاتو. وقتی هم که تایپ تموم شد دکمه آبی رو که میشه تایید میزنی. بعد از چند ثانیه وصل میشه. وقتی هم وصل بشه اون بالا روی خط وای فای ببینید یه خط هست روی وای فای الان سبز شد و کانکت شد. خیلی راحت. لایک و کامنت فراموش نشه. فعلا